حالا این قنبر اومده جلوی امیرالمومنین مژده تولد ابوالفضل آورده، ابشر یا ابوالحسن، بشارت بده پسردار شدی. عرب صله میداد. حضرت فرمود قنبر چی میخوای صله از من؟ گفت آقا یه بار منو بغلم کن، یه بار منو. حالا تو هم میخوای؟ امام صادق قسم خورده فرمود والله گریه کنه امام حسین موقع مردن میاد امیرالمومنین، نه فقط میاد دست راستشو میذاره سمت راست متوفا، دست چپ رو میذاره سمت چپ متوفا، یعنی مثل آغوش گرفتن. شما اسمت چیه؟ حسین، حسن، نمیدونم اسمت چیه، هرچی هستش، جواد، کیا اسمتو صدا زدن؟ مادرت، پدرت، معلمت. یه بارم او صدا میزنه امام صادق میفرماید یا هازا، اسمتو میفرماید انا علی ابن ابی طالب، من آمدم اسم همه